کدام روز کدام تار جارو مارو در پایم خورده کال تومت ناف گرفتار شدم. آدم که بیکار بود کاربار نداشت آخر دمزی کارا آغشتم شه ایلا چون گشتون از بدی نبودن بس کار کنم دیگه لایمالا میگیرد یک تورا جلوم بگیرد یک تورا همیشه مو کمی قسم میگین ولی مسخره باید نامگو کس نوشته باش که طرف اسکیسته ای خو نامش کس نوشتنی و نام که ندارم میز کجا ولم دنام از بام ده دنام باتور لالی بار بچه مار خیال خود نکنه با تور بچه ده کجای دانیل لاله خانه پور خاطو بعد پیر خاطو نام بیکار خاطو خود خدا کوچه اصلا چپ نداره ما بگردی نامه رو بخونه که به نام اسونیش اشنا ماما گفتم یخ درت من شو شوخینیم ما والله قدی خبرش بشو شاید گور رفیقم شوخیک داشته قدیم منم خالی بچه میره خمه این خالی دختره سگم یه خدی دختره شاید یک بچه سر دختر نوشته داشته که چراغ رازار بیده دستی که بری طرفدار زی توقی بوده یار سخت خپک خوب دید حالا قضیه بچه سکار کنی ولی دیگه خیره صبح روز اگر دان درگاه گو دختر شیخ شنه آبروی زنده و مرده رو مبره امیال خوب سر وقت باید جلوزی گرفتش نه ما به خدا گیش کار داشتم ما اصلا از این چیزا خبری ندارم بیچاره لاله مسخره که دختر کش خدا عذابه چند در دکان برو پاش از لگشتی جمش خوب میشه باید مو بل دمزی بچه گو کار پیدا کنی اگه نه آی زیر کا بده مو بخبر ما هم دمی فکری باید اگه مسئولیت بلدیزی پیدا کنم شما سر از ما شکر ما خانه لگم مرو گوچه کارم که شر از ما خلاص شدی بگو بول جمهوری ما دا وطن مرو آخر گوچه پای گروم شیم تو قلمزی کارای دوتن ریکنی نی اگه دا گور مرو استش مرو هچنو این بچه راست میگه برو دوتن مردم رو گوش کو یکم مشتم شاید بگیری واته این بچه سور نگره دوتن رفته دوسیه دیگه نکنه تو میخوای خود سر از برگو جرده دو آدم رو ویروپی به کار نکنه شاغلی جرم شی